در فضای کتاب عشق انوشه ما با نوعی غزل روایی، غزل فرم و غزل مینیمال روبرو هستیم که منحصر به همین کتاب است. نوعی غزل که به حرکت کاراکترهای شعری در یک فضای انفسی و اگر با تعبیر فردیگی و جناب معارف بخواهم صحبت کنم، غزل انسی را ما شاهدیم. این غزل که به سلوک درونی بیشتر می‌پردازد، یعنی در جهان درون شاعر بیشتر رخ می‌دهد تا در جهان ابجکتیویته و جهان بیرونی و آفاقی. در کتاب عشق انوشه، البته در کتاب‌های پیشین جان دکتر امامی هم اشاره شده بود، نمود زیبایی دارد. جاوید باد نام تمام بهشت‌ها. در اینجا بهشت جنبه‌ای فرعی آنچنان ندارد، یک رخداد در درونه زیست انفسی و انسی شاعر است و تکثر نام بهشت یعنی بهشت در حالتی از سلوک دارد اتفاق می‌افتد. جاوید باد نام تمام بهشت‌ها، زیباست چون ستاره کلام بهشت‌ها. گفتگوی درونی شاعر با کاراکتر بهشت، آن هم به صورت جمع. آیا قیامت است که برخاست قبر سرد، یا مرده زنده کرد سلام بهشت ها؟ مردی سوار بار نسیم و سحر رسید، فرمود زنده باد نظام بهشت ها. باید که شهر مثل بهشت برین شود، یعنی تعمیم جهان انفسی انسی شاعر به جهان ابجکتیویته و بیرونی و آفاقی. یعنی شاعر یعنی گسترش من شاعر به جهان اجتماعی. اینجا سوژه و ابژه در شکاف دکارتی نیستند، در ساحتی از جزء و کل دارند حرکت میکنند، نه در ساحت سوژه و ابژه. مردی سوار بال نسیم و سحر رسید، فرمود زنده باد نظام بهشت ها. باید که شهر مثل بهشت برین شود، این است آرمان تمام بهشت ها. آیا خبر رسید که این مردمان کور هرگز نمیرسند به گام بهشت ها؟ بهشت از جهان درونی شاعر به یک ساحت فرعی و سوژه استعاری ارتقا پیدا کرد. این همون سیر و حرکت درونی در این غزل انسی است که پیشتر اشاره کرد. اما خبر رسید که این مردمان کور هرگز نمیرسند به گام بهشت ها. ناگاه سایه گفت که شمشیر من کجاست، زیرا که مرگ ماست دوام بهشت ها. خورشید سبز رفت از این شهر، هر کشید ناگفته ماند باز پیام بهشت ها. در اونجا دقیقا مشخص نیست که جدال امری درونی و انفسی است یا امری بیرونی و آفاقی، یعنی هر دو توامان میتواند رخداد شاعرانه این شعر را برسازد. خورشید سبز رفت از این شهر، هر کشید ناگفته ماند باز پیام بهشت ها. اما امید هست که روزی برای عشق آید به سوی شهر امام بهشت ها. تقدیم به امام رضا سلام الله، امام زمان و این نوع غزل البته در این سیر غزل به نوعی تعمدی ما شاهد غزل انسی در غزل پست مدرن نیستیم. غزلی که خب شکستن روایت، بازی‌های زبانی و جهان نسبیت‌گرا را مطمع نظر قرار داده بود و شاید همان ضد معناگرایی، یعنی زدودن اقتدار کلان روایت‌ها و معانی
مشخص یکی از دلایل آن است که در این شیوه خاص محتوایی، ژانر محتوایی، ما نمونه غزل پست مدرن که چهره‌هایی همانند سید مهدی موسوی و فاتی اختصاری از پایه‌گذاران آن هستند نمی‌بینیم. امیدوارم همه عزیزان شاد باشند و ممنون از حوصله شما.